درمانگری رایگان برای تشخیص FIP برای چی؟ بله، برای اینکه خیلی شایع شده، پس تشخیص زودتر، درمان راحت. یه بیماری ویروسیه که از خانواده کرونا ویروس ها هست، خیلی خطرناک و حتی میتونه کشنده هم باشه. به دلیل اینکه FIP بیماری دو نوع مرکوب و خشک داره و نوع مرکوبش علائم ظاهری داره ولی نوع خشکش هیچ علائم ظاهری نداره، فقط لاغری رو داریم ما و نیازمند کیت گذاری هستیم برای تشخیص اولیه. این کیت های تشخیصی که تست‌های غربالگری FIP خیلی کمک کننده است. چون که بیماری FIP تشخیص قطعی نداره و ما باید از کوچکترین سرنخ‌ها برای تشخیص استفاده کنیم. خیر، ولی گربه شما باید تست‌های تکمیلی و آزمایش خون حتما بده. تست‌های تکمیلی یعنی آزمایش خون، CBC، پروفایل بیوشیمیایی، RT-PCR، ELISA، الکتروفورز و حتی از تصویربرداری سونوگرافی شکمی میتونی استفاده کنی تا غربالگری FIP رو برای گربه‌های انجام بدید. خبر خوشحال کننده این که قبلا FIP درمانی نداشتیم و واسطه از دارای تبدیل کننده سیستم ایمنی رو پیشش می‌گرفتیم. اما امروز معمولا مثل پروتکل‌های درمانی مثل GS یا رمدسیویر که در نهایت نام تبدیل به فرم GS میشه ما درمانش رو انجام میدیم و بسته به نوع دارو و وضعیت علائم بالینی هر کدوم پروتکل خاصی دارن که ما در پیشم در خدمت شما هستیم. روزهای دوشنبه و چهارشنبه برنامه تو بیمارستان ما برقراره برای تشخیص درمان FIP بفرمایید چه کنار